برای درست کردن این شیرینی احتیاج داریم به 3 عدد سفیده تخم مرغ که وزنش معادل 100 گرمه. 100 گرم هم گردو لازم داریم که اگه پودرش کنین میشه 1 لیوان سرخالی. 1 لیوان شکر هم میخوایم که اونم معادل 200 گرمه. سفیده و گردو و شکر رو باید با هم دیگه کاملا میکس کنیم. میتونین مثل من داخل خردکن بریزین و با دور تند بزنین تا کاملا مخلوط و یه دست بشه. برای میکس کردن موادتون میتونین از غذاساز و یا گوشت‌کوب برقی هم استفاده کنید یا اینکه حتی مواد رو دوبار از چرخ گوش رد کنید تا کاملا میکس بشه. حسابی مواد رو میزنیم تا به این شکلی که میبینین در بیاد. حالا مواد رو داخل یه قابلمه یا تابه کوچیک میریزیم و بعد 10 دقیقه تا 1 ربع روی حرارت متوسط میذاریم. مدام باید با قاشق مواد رو به هم بزنیم تا موادمون گرم بشه و شکر کاملا توی مواد حل بشه. موادمون اصلا نباید غل بزنه و یا خیلی داغ بشه، یعنی اگه انگشت زدیم داخلش دستمون نباید بسوزه. به این کار میگن داغ زدن شیرینی. بعد مواد رو از روی حرارت برمیداریم و از داغی که افتاد به اندازه نوک قاشق چایخوری وانیل، به همین اندازه که معادل 1/8 قاشق چایخوری جوش شیرین، 1 قاشق غذاخوری پر آرد برنج که میشه معادل 10 گرم و 1 قاشق غذاخوری سرخالی سرکه سفید که معادل 5 گرمه رو به موادمون اضافه میکنیم. خوب مخلوطشون میکنیم و وقتی مواد کاملا توی دمای محیط سرد شد میریزیم داخل یه قیف پلاستیکی بدون ماستوره. کف سینیمون کاغذ روغنی پهن میکنیم و بعد سر قیف رو با قیچی میچینیم و به این شکل شیرینی ها رو ساده میزنیم. بعد هم شیرینی ها رو میذاریم داخل فرمون که از قبل گرم شده. روی دمای 200 درجه 1 ربع کافیه. بعد از این زمان سینی رو از فر بیرون میاریم و شیرینی ها که کاملا خنک شدن داخل ظرفمون میچینیم. زیر شیرینی ها کمی برشته شدن و روش به این صورت که میبینین ترک خورده. بفرمایین، شیرینی های خوشمزه‌مون حاضرن.